کمیته اندوز تاجیکستان گفت باید مالکان مسنجرها به این کشور اندوز سپارند. این تلاش به این خاطر بوده است که افزایش استفاده از مسنجرها در کشور درآمد شرکت‌های موبیلی را کم کرده است. از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فصلی که اوزی به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذاشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. نصرتالله دولتزاده رئیس کمیته اندوز گفت در نیم سال اخیر پرداخت اندوز از سوی شرکت‌های موبیلی 432 میلیون سومونی کم شده است. و از تجربه روسیه مثال آورد که مالکان شرکت‌های پیامرسان به بودجه این کشور اندوز از ارزش علاوه شده میپردازند که این چیز در تاجیکستان وجود ندارد. اگر در قانونگذاری ما پیش بینی شد ما اینا جاری کرده بتونیم و یا اختیاراً خودشون را به قید میگیرن، اختیاراً مبلغ را با بودجه جمهوری تاجیکستان اندوز ارشیوار در نظر دارن پرداخت میکنن، چه خیلی که در دیگر دولت پرداخت شده. در تاجیکستان در حال حاضر 4 شرکت موبیلی فعال است. بنا به آمار رسمی 3 میلیون ساکن تاجیکستان از خدمات اینترنت استفاده میکنند. تلاش‌های مسئولین اندوز را مشتریان چندان نمیپذیرند. من فکر می‌کنم که نشود خوبتره خیلی پولکی که شود با استودنت‌های بیچاره با هم خیلی فکر نکنم. یک وقت گفتم میشود با نشید خیلی که به حساب مقامات تاجیکستان اگر در سال 2015 ساکنان کشور با خارجه 3.5 میلیارد دقیقه صحبت تلفنی داشتند، این رقم در سال 2019 بیش از 700 میلیون دقیقه کم شده است. چون 4 سال اخیر این صحبت ها اکثرا توسط مسنجرها انجام می شود که با خرج کمتر گفتگوی به محدود را فراهم می آورد. ایموش هم اینترنت هم استفاده می‌برم. با کی صحبت می‌کنید؟ ها؟ بسیارتر با کی صحبت می‌کنید؟ بچه‌ام کردی خشت رو کردی رادیو کردی. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن اندوز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولین کمیته اندوز گفته بودند که قصد دارند از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کند اندوز ستاند. یک سبب دیگر کاهش یافتن درآمد شرکت‌های موبیلی به گفته تحلیلگران ثبت نام دوباره سیم کارت‌ها در کشور بوده است که مشتریان شرکت‌ها را تا 3.5 میلیون کاهش داد.